امروز قراره با یه خواننده جدید آشنا بشیم به اسم فدیا. آره، فدیا یه خواننده تاجیکستانیه که یکی از دوستان توی کامنت ها گفته بود که آهنگ دود سیگار از فدیا رو برو. من رفتم سرچ کردم و دیدم بازخورد خوبی داشته، چون آهنگ احساسی و اسم آهنگم دود سیگاره. سیگار کلن معنی میدونی چی میده؟ تو آهنگ استفاده کنی، تو حرفا بگی مثلا اینا، معنی مثلا دردهای درونی انسانه. مثلا یکی میگه از سیگار صحبت میکنه، پس آهنگ احساسیه و کلی هم بازخورد خوب داشته. بریم این آهنگو با هم گوش بدیم. فدیا کلن به این معروفه که موسیقی سنتی و مدرن رو با هم در هم می‌آمیزه. زمانوف پروداکشن. زمانوف. اوه چه خوشگله. اینجا فکر کنم روسیه باشه، درسته؟ آره فکر کنم. آهنگ دود سیگار. سلام دوست. سلام علیکم فردین. چه خوب؟ مرحمت خوبشی؟ گپ زکو؟ چوکدی؟ چه با سلام علیکم خوبشی؟ گپ زکو؟ نه شکر گشتی. تو چی کار میکنی؟ نه دستی من آدم قدی گپ زدیستم. اوه اینجا فکر کنم اوه چه خوشگله دختره. این دود سیگار، این دود سیگار، چه باحال. چقدر باحاله اینجا همش برفه. یهو تو اوج شروع کرد. از اوج شروع کرد این دود سیگار رفت سر اصل من. این دود سیگار بیحالم کرد و افکار. امان یا امان. چه جالب. عاشق شدنش چیست؟ عاشق بودن کجا؟ امان چی؟ رو تیشرتش یه چیز نوشته بود. امان نمیدونم. کرد و افکار. چه جالب. تیشرت چه بودیش؟ عاشق شدنش چیست؟ امان یا امان. عاشق بودن هم که تو آهنگش میگه دیگه. میدونی چی خوب میخونه؟ خیلی جالبه. آفرین چه استعداد خوبی داره. همین که پاپ میاد هم هیپ هاپ میاد. من خیلی خوشم اومده ازش. خیلی باحاله. سنش خیلی پایینه. اوه چه جالب. میگه که یاد اون روزا که عشق میریزه فلان. روز شبم آرزو و حواسم برون ببرد سرم که کمتر شبم آروم. وقتی خود که کمتر شبم آروم. خیلی خوب میخونه. آفرین. اوه این دود سیگار، این دود سیگار بیحالم کرد و افکار. امان یا امان. این دود سیگار، این دود سیگار. چه جالب. ماشین دوست نه و ماشین دوستشو گرفت فکر کنم بره دوست دخترش. چیز بود. ماتیز بود. وای این ماشین خیلی آره. دختر چه نازه. آره تو ناراحت ازم ناراحت میشم. من میگم دختر نادرین اینجوری. نه بابا دستم نگاش می. میخوام ببینم چی میگه واقعا. ولی واقعا نمیدونم چرا کامنت میدارن که هیچی نفهمید. واقعا خب مگه دیوونه ایم نفهمید؟ دوست داشتیم بفهمیم دیگه. ولی خب نمیشه واقعا. یه سری کلماتتون خیلی غلیظه. اون جای چیزت داره میفته. اوه ما پول خریدم تره ای بی خبر ساده. چی گو؟ اون اول اون دستگاه رو بردار. بعدم بردارم. میترسم نگرانش. وای چه جای بدی بود.
نه بود اونجا. خیلی عاشق شدی در من تا عاشق در پولان مالی آها میگه تو عاشق من نشدی، عاشق پول و مالم شدی. آره راهی تاریک دور سرسان با چپ و راست بیرم که من از درد عشق تو شبم خلاص میرم که از درد عشق تو شبم خلاص. اصلا واقعا ترکو آسمان نخواهم بینمت حتی شب همتایا دارم میرن، ما اینجا داریم ویدیو میگیریم. لحظه حساسیه. بله اینجا میزنه تو دنده عقب داره میره. نخوابم که در خواب نبینمت قدری مرا بوش دیگه میخوام نخوابم خلاص از زمین تا آسمان نخواهم بینمت حتی شبا نخوابم که در خواب نبینمت. چه جالب گفت، چقدر قشنگ گفت. حتی شبام نمیخوابم که تو خواب نبینم. قدری مرا بوش کم نکردی تو ناکس با دست خود سوزانی خانه بخت و هوس رسد روزه که شبی پوشیمان زنی سر بسنگ و داد بسوی آسمان. آها این وسط یه تبلیغ لاتی اومد. رسد روزه که گوی امان دیگر سود نیست آخری خدمت تمام. این دودی با یکی دیگه دیدش. وای چه داغ شد. واقعا چقدر نامردی. گوزدال تو داشتی اونجا رو جارو میزدی انت. چقدر پسر جذاب خوبه. هم خوب میخونه، هم صداش خوبه، هم خیلی اکتی خفنه توی موزیک ویدیو. مثلا اینجوری قاطی کرده. خیلی حس آهنگش خوبه. امان یا امان. الان چه فکری با خودت میکنی؟ گوزداله دختره خیلی کارای زشت بود. چقدر اشتباه کردم. من اشتباه کردم گفتم خوشگله. زشت. آها این تا ته شب اونجا دیگه عاشقش نشد. بله اینم فیلم امان. میگم فیلم امان یا امان. این خیلی دارک بود و خیلی احساسی بود. خیلی هم خفن بود. من خیلی دوستش داشتم واقعا. دردناک بود. کار خیلی زشتی کرد ولی آهنگش خیلی خفن بود. لیریکالی خفن بود و بیتش هم خوب بود. خیلی قشنگ تمیز حسش رو به ما رسون و خیلی جالب بود. امیدوارم که شما این ویدیو رو دوست داشته بوده باشید. امیدوارم. تو دوستش داشتی آهنگ رو؟ آره خیلی غمگین بود. خیلی غمگین بود. از 10 بهش چند میدی؟ واقعا به عنوان آهنگ غمگین بهش 9 میدم. منم همینطور. واقعا خیلی آهنگ خوبی بود. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. خیلی خوشحالیم که کنار شما هستیم و همیشه از کامنت های شما لذت میبریم. حتما کامنت بذارید. یه سری بچه‌ها مثلا میگن یه آهنگای برو نمیشه بریم به خاطر اینکه وقت نیست. واقعا کمه. خیلی پیشنهادات جالبی دارن و ما میانگین اونا رو حساب میکنیم. مثلا اونایی که خیلی بهتره و بیشتر بقیه دوست دارن رو میذاریم و خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.